دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا غیر انتظار به کابل سفر کرد و با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری نوی افغانستان ملاقات انجام داد. دیوید کامرون اظهار امیدواری کرد که حکومت نوی افغانستان مردم این کشور را متحد می‌کند. او همچنین یاد آن سربازان بریتانیایی را گرامی داشت که در جنگ به ضد طالبان جان باختند. بریتانیا به زودی تمام نیروهایش را از افغانستان بیرون می‌کشد، اما همچنان در تمرین سربازان افغان در یک آموزشگاه نظامی کمک خواهد کرد. بریتانیا یکی از کشورهای اصلی کمک رسانی افغانستان نیز است. در آستانه عید قربان در پاکستان مقامات انتظامی تدابیر امنیتی را در شهر پشاور تقویت دادند. تنها در یک روز گذشته در نتیجه بمبگذاری در این شهر 7 نفر کشته شدند. پشاور در نزدیکی مناطق قبایل نشین پاکستان واقع است و پیوسته هدف تندروان قرار می گیرد. در قزاقستان آمادگی به عید قربان آرامانه ادامه دارد و فروش مال در بازارهای گوسفند فروشی به اوج اعلا رسیده است. ساکنان روستای المیرک در نزدیکی شهر المتا نیز گوسفندانشان را سری راه برآورده می‌فروشند و می‌گویند بنابر بی تغییر ماندن نرخ طلبات به چاروای پرورش کردهشان زیاد است. در شهر تیفلیس نمایشگاه بین المللی عکاسی ادامه دارد و عکس‌ها از اوکراین یکی از بخش‌های اصلی نمایشگاه است. در بخش اوکراین در نمایشگاه با نام اوکراین این روزها را پشت سر می‌کند، زندگی روزمره مردم در مناقشه و روزهای پرتلاطم کشور انعکاس شده است. همچنین عکس‌های رابرت کاپا، عکس بردار معروف مجارستانی را که سال 1947 به گرجستان سفر کرده است، در معرض تماشا گذاشتند. نمایشگاه روز 2 اکتبر شروع شد. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان نمایشگاه درباره تاریخ آلمانی‌های مقیم این کشور باز شد. گروه‌های بزرگ آلمانی‌ها سال 1880 به قرقیزستان کوچ بستند و در حیات اجتماعی و فرهنگی قرقیزستان نقش مهمی گذاشتند، اما آلمانی‌ها را در زمان جنگ جهانی دوم استثمار می‌کردند. بعد از جنگ در قرقیزستان 100,000 آلمانی زندگی می‌کردند، اما حالا تعداد آنها کمتر از 10,000 نفر است.